بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنونده‌های ارجمند، وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت از رادیو حریت خوش آمدید. ابتدا سرخط چند خبر. وعده همکاری صلیب سرخ با آزادی زندانیان افغان در کشورهای خارجی. رئیس کمیته صلیب سرخ میگوید که این کمیته تلاش‌های خود را در زمینه آزادی زندانیان افغان از زندانهای کشورهای خارجی افزایش خواهد داد. افزایش صادرات افغانستان به هند. یک رسانه هندی گزارش داده که پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، صادرات هند به افغانستان کاهش یافته، اما در مقابل واردات این کشور از افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. وقوع برف کوچ در مسیر شهرهای غور هلمند. در پی این برف کوچ 3 باشنده ولسوالی پسابند غور جانهایشان را از دست دادند. و روسیه حملات خود را در مناطق شرقی اوکراین افزایش داده است. مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در دیدار با پیر کراهنبول رئیس عمومی کمیته جهانی صلیب سرخ روی موضوعات صحت، ساخت اعضای مصنوی بدن و سایر کمک‌های بشری بحث و گفتگو کرده است. آقای متقی از صلیب سرخ خواسته تا در مورد روشن شدن سرنوشت زندانیان افغان در کشورهای خارجی کمک کند. سوی هم رئیس کمیته صلیب سرخ گفته این کمیته تلاش‌های خود را در زمینه آزادی زندانیان افغان از زندانهای کشورهای خارجی افزایش خواهد داد. رسانه‌های هندی خبر دادند که تجارت هند با افغانستان پس از حاکمیت امارت اسلامی شاهد تغییرات زیادی بوده است. رسانه ایندیان اکسپرس گفته که در 3 سال گذشته صادرات هند به افغانستان کاهش یافته، اما در مقابل واردات هند از افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به هند شامل انجیر، کشمش، سیب، سیر، زعفران، بادام، زردآلو، پیاز، انار، چهارمغز و گیاهان طبی بوده است. منابع محلی در ولایت غور میگویند که برف کوچ در قریه بند انقرچاق ولسوالی پسابند این ولایت جان 3 نفر را گرفته است. عبدالواحد حماس سخنگوی مقام ولایت غور به رادیو حریت گفته که این 3 مرد باشندگان ولسوالی پسابند غور هستند که در حال حرکت به سوی ولایت هلمند بودند و در اثر برف کوچ جان باختند. آقای حماس افزوده که اجساد این افراد پس از تلاش‌های نیروهای امنیتی و مردم محل از زیر برف بیرون کشیده شده و به خانواده‌هایشان تسلیم داده شده است. بانک مرکزی میگوید که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی فردا 3 شنبه 20 میلیون دلار را به طور لیلام به فروش میرساند. این بانک از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی اشتراک کنند. گفتنی است که بانک مرکزی کشور پیش از این نیز 10 میلیون دلار را به منظور حفظ ثبات ارزش پول افغانی به طور لیلام به فروش رسانده است. مسئولان در ریاست شهدا و معلولین ولایت بغلان آمار می‌دهند که 321 میلیون افغانی را امسال برای یتیمان، بیوه‌زنان و معلولین در این ولایت توزیع کردند. مولا احسان الله عابد رئیس شهدا و معلولین ولایت بغلان میگوید این مقدار پول برای 7500 یتیم، زنان بیوه و افراد دارای معلولیت توزیع شده است.
مقامات اوکراینی اعلام کردند که روسیه در روزهای اخیر حملات خود را در مناطق شرقی اوکراین شدت بخشیده است. ارتش اوکراین گزارش داده که در 24 ساعت گذشته 261 درگیری نظامی میان دو طرف رخ داده است که این رقم بالاترین میزان درگیری‌های سال جاری محسوب می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ناتو گزارش داده است که روسیه قصد دارد در آستانه مذاکرات صلح حملات خود را تشدید کرده و فشار بیشتری بر اوکراین وارد کند. این در حالی است که انتظار می رود به میانجیگری امریکا مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین به زودی در عربستان سعودی آغاز شود. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شده است. توجهتان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.